سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور صحتمند باشین. امروز یه برنامه نان بوچه داریم. اینم دوغه. ادامه برنامهش رم براتون ویلاگ میگیریم. نگاه کنید چجوری میشه نان بوچه. البته اینجا دوغ نیست، مستخانه مایمونیم. بعد اینجوری دوغ غلیظ خوشمزه دوستیم از آنبورگ ده بخوام براش نان بوچه درست کنم. البته اینا مردمای مزاریه نخوردم، میگه این نان بوچه دیگه چیه. میگم بذار من براش یک نان بوچه جور کنم ببینم چی جوریه، چون منطقه جاغوری زیاد نان بوچه رسمه. سلام ای مادرم تاج سری من، سلام ای مادرم تاج سری من. بیا که دست و پایت را ببوسم، در این دنیا توی بالو پری من، در این دنیا توی بالو پری من. میگیرید در پای مادر سراسر، میگیرید در پای مادر سراسر. کسی آرام نموشم مگر باشد و در آغوش مادر، مگر باشد و در آغوش مادر. غم پروری من، بکش دست نوازش بر سری من، بکش دست نوازش بر سری من. حلالم کن برایم شیر پاکت، بهشت زیر پایت مادری من، بهشت زیر پایت مادری من. اگر بشکند و بالو پری من، پرستار است و بر من مادری من، پرستار است و بر